4.5 سال ریاست چمران بر شورا. فریاد، توهین یا رهبری. 4.5 سال از ریاست مهدی چمران در شورای شهر تهران گذشته است. اما سوال اینجاست: آیا شورای شهر تهران در دستان چمران رهبری دارد یا تنش‌افکنی‌های مداوم؟ چمران در این مدت نشان داد که هرگاه اعضای شورا خلاف نظر او صحبت کنند، راهی جز فریاد و تهدید در پیش نمیگیرد. در یکی از جلسات خطاب به اقراریان میگوید: شعور بنده هم اینا رو میرسه آقای اقراریان. در جلسه دیگر خطاب به سود نجفی میگوید: طالب مرتبط است. اجازه بفرمایید من یک مطلب دیگه فقط یک موضوع دیگه. و در یکی از جلسات اخیر در برابر مخالفت علوی با صدای بلند و بی احترامی میگوید: شما ساکت بشید، نمیخواد حرف بزنید. شما ساکت بشید، من خودم تشریف میبرم و اینجا هستم. شما نمیخواد دخالت بکنید. عرض کردم شما ساکت باشید. آیا این رفتار شایسته یک رئیس شورای شهر است؟ آیا این نشان دهنده مدیریت و رهبری است که به ارتقای شورا و مردم تهران فکر میکند؟ در آخرین جلسه نیز می‌بینیم که به صارمی معاون شهردار تهران اجازه نمی‌دهد توضیحات تکمیلی خود را بیان کند. ما این همه با شما راه میان، بعد شما یه چیزی که دارید به نفع شهره مخالفت میکنید. در حالی که چمران در جلسات بسیاری در حال نصیحت کردن اعضا میگوید: جلسه رو شأنش رو رعایت بفرمایید، با سر و صدا به جایی نمی‌رسید. دارن مردم گوش میکنن، نسبت به همه ما قضاوت میکنن. بنابراین سعی کنیم ادب و احترام و همه اینا رو رعایت بکنیم. آری، مردم قضاوت خواهند کرد. قضاوت خواهند کرد که در این 4.5 سال شورای شهر تحت رهبری چمران به کجا رفته است. آقای چمران، رئیس 84 ساله شورای شهر مردم تهران که طبق گفته خود شما میلیون‌ها تومان از جیبشان صرف این جلسات می شود، نظاره‌گر جانبداری‌های شما از شهردار تهران بودند. آقای چمران، آیا شما سودای شورای هفتم در سر دارید؟ آیا وقت آن نرسیده است که این صندلی را به فردی اثرگذار و توانمندتر واگذار کنید؟ شورای شهر تهران نیازمند رهبری شایسته تر است، نه رفتارهای عصبی و یک جانبه گرایانه.